یک شهروند تاجیکستان که در شهر ابکان پایتخت جمهوری خاکاسیا در منطقه سیبری روسیه به سر میبرد با حکم دادگاه حربی یکم حوزه شرقی با جرم تبلیغ عقیده های سازمان تروریستی در روسیه ممنوع کتیبه توحید و الجهاد به 2.5 سال زندان محکوم شد. در این باره روز 12 نوامبر ریاست فسب خاکاسیا خبر داد. بنا به این منبع دادگاه حربی همچنین باز یک شهروند تاجیکستان را که در ابکان با ایدئولوژی سازمان تروریستی در یک خانه زندگی میکرد با جرم خبر نرسانیدن به مقامات 25,000 روبل جریمه بسته از حق اقامت در روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کرد. فسب گفت این نفر درباره فعالیت‌های همخانه‌اش خبر داشت ولی به مقامات خبر نداد. فسب گفت در پی اخراج مقامات امنیتی تاجیکستان را درباره چه جرم اخراج شدن این شهروند خبردار کردند. نام شهروندان محکوم شده تاجیکستان نشر نشده است. کتیبه توحید و الجهاد یک سازمان افراطی از لحاظ عقیده نزدیک به داعش است که جنگجویان زاده آسیای مرکزی در سوریه و عراق تأسیس دادند. تحت پرچم آن اساساً جنگجویان ازبکستان می جنگیدند. این گروه با قرار دادگاه حربی حوزه مسکو از 5 ایون سال 2019 سازمان تروریستی اعتراف شده فعالیتش در روسیه منع کرده شده است. یادآور می‌شویم ریاست فسب کشور کراسنویارسک روسیه روز 15 سپتامبر از خنثی کردن فعالیت یک شبکه پنهانکار سازمان در روسیه ممنوع کتیبه توحید و الجهاد و بازداشت 2 عضو فعال آن خبر داد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی فعالیت طرفداران سازمان تروریستی کتیبه توحید و الجهاد در قلمرو کشور کراسنویارسک پیشگیری کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه فسب در سالهای آخر ده‌ها تن از مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت و زندانی و چند نفرش حتی هنگام بازداشت از جانب کارمندان فسب کشته شدند. نزدیکان برخی آنها و همچنین حامیان حقوق میگویند که مقامات امنیتی روسیه در بسیار موارد پای مهاجران بی‌حقوق را بی اساس با دلایل‌های بافته و ساخته با مقصد بالا نشان دادن نتیجه‌های به دست آورده خود در مبارزه با تروریسم به چنین پرونده‌ها می‌چسبانیدند.